میخوای از مدلت پرینت سه‌بعدی بگیری و میخوای توی یه کار خالی بشه، با من همراه باش. سلام، من سینا هستم. خوش اومدین به یه آموزش دیگه از زیبراش. تو این قسمت قراره یاد بگیریم چجوری داخل مدلمون رو خالی کنیم و آماده یه پرینت سه‌بعدیش کنیم. برای این کار شما مدلتون رو نیاز دارید که داینامش اکتیو باشه، یعنی داینامشش فعال باشه. اینجا در منوی جیومتری اگر فعال نبود فعالش کنید. با مال من الان رزولوشن 600، بسته به مقیاس کارتون میتونه این رزولوشنش هر عددی باشه. وقتی که داینامش فعاله، اولین کاری که میایم ساب تولا رو باز میکنیم و اپند رو میزنیم و یه 3D کیوب ساده میاریم. بعد از این کار شما میایید کیوبتون رو دقیقاً در پایین مدلتون و جایی که میخواین سوراخ ایجاد بشه، یعنی از طریق این سوراخ داخل مدلتون رو خالی میکنه. حالا این سوراخ میتونه بسته دیگه به سلیقه خودتون، کوچیک باشه، بزرگ باشه، تا چه اندازه باشه. مثلا این اندازه فکر میکنم که کافی باشه. اگر که من اون طرفشم ببینم، بله دقیقاً این اندازه رفته داخل مدل و یه سرش هم از این طرف اومده. الان مدل کیوب سه‌بعدی رو انتخاب میکنیم توی ساب تولا و این گزینه رو میزنیم. مدل اصلیمون رو انتخاب میکنیم و میایم پایینتر مرج داون رو میزنیم. وقتی که مرج داون رو زدیم، کیوب سه‌بعدیمون تبدیل به سفید میشه. این یعنی چی؟ این رنگ سفید یعنی به زیبراش میگه از اینجا باید توی مدل شما خالی بشه. حالا چیکار میکنیم؟ خیلی راحت جیومتری و میایم اندازه‌ای که میخوایم داخل مدل خالی بشه، یعنی قطرش رو تنظیم میکنیم. مثلا 8 فکر میکنم کافی باشه. حالا میتونیم تست کنیم. کریت شل رو بزنیم، به این صورت داخل مدل رو برای ما خالی میکنه. همونجوری که میبینید از این مربع داخل مدل به قطر 8 میلیمتر خالی شده. اگر که من اینجوری نشونتون بدم، دقیقاً یه چیز اینطوری میشه داخل مدل. حالا بسته به نیازتون، اگه خواستید داخلش رو اسموت کنید، اگر هم نیازی نیست و همینجوری ولش کنید و میبینید کامل تمام جزئیات و هیچ سوراخی درش نیست که پرینت سه‌بعدی شما رو به هم بریزه. فقط به قطر 8 میل داخلش رو خالی میکنه. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. ممنون میشم چنل منو سابسکرایب کنید، لایک کنید و سوالاتتون رو توی کامنت ها واسم بنویسید. همشو میخونم و همشو جواب میدم.